دوستان عزیز، امروز میخوام براتون درس گیاهشناسی را بزنم که چی گیاهای دارویی اینجا هست. این باخبانجرو هست، این خدمت شما از شنگ هست، قزیاقوک هست، این پیازوک هست، این کوپو هست. این دارویی که اعلام کردم اینا برای قبل از نون و خاک خوردنه. قبلی که میخوای نون و خاک بخوری اینا رو بخورید. حالا وقتی میخوای خاک بخورید دیگه چی باید بخورید؟ این شملی هست، این پیازوک هست، این سیرموک هست، اون سوزی هست. اینا رو شما با قزیاقوک هم هست، اینا رو با خاک بپزید بخورید. حالا یه گروه گیاهای دیگه میخوام بهتون معرفی کنم. این گروه گیاه دیگه آفرین، احسن، شما خیلی باهوشید، فهمیدید برای بعدشه، بعد از نون خاک خوردن شما با رود تربک شروع کنید. این رود تربک، رود تربک خاکو میبره، یعنی شما برشی که رود تربک داره اصلا معلومه رودتو میکنه از تربه، اصلا بخورید هضم میشه کامل. انرژی که در زرده تخم مرغ هست مصادف است با انرژی کیک زرد اورانیوم غنی شده. توجه میفرمایید؟ بعد هم که اینا رو خوردید اومدین بیایید در منزل دراز میکشید. این هم منزل، بفرمایید. در منزل که دراز کشیدید نگاه کنید آخرین بار که گوش خوردن کی بیده. اگه کمتون پوشید خودتون ناراحت نکنید. من الله توفیق.